بار مسئولیتت فرار کردی، گرفتار ظلمات عالم شدی، یه ماهی خوردت. یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خویش. گفتم قانون هنوزم هست، هر کسی که خداوند بهش گفت تو باید بری این کارو بکنی، ترسید. گفت نکن، اونجا انبیا رو عره میکنن، ما نریم اونجا. آمد سوار شد در کشتی هم یه ماهی اونجا قرعه کشیدن اونها و بلعیدش رفت در شکم ماهی و در اونجا در ظلمات بحر و نادا ربه فی ظلمات البحر، اونجا پروردگارش صدا کرد. ما هممون میفتیم اونجا در ظلمت. از ظلمت از کجا اومده؟ از اینکه فرار کردی از مسئولیتت. هر غمی بر انسان میاد مال اینکه مسئولیتش انجام نداده. و شادی تنها راه رسیدن به شادی این است که انسان وظیفه‌ش انجام بده. هر کس شب که میخواد بخوابه به خودش بگه که من وظیفه خودم رو تا اونجایی که در توانم بوده و وظیفه‌ام بوده و میشناختم که اینه وظیفه‌ام، انجام دادم. قصور نکردم، خطا نکردم، ظلم نکردم. این آدم شاده، چه سختی برش پیش بیاد چه راحتی پیش بیاد، آدم شاده، برای اینکه شادی پاداش انجام وظیفه است.